وقتی که در زندگی به مقصد، آرزو و رویاهایت نرسیدی، اصلا ناامید مشو، زیرا خداوند صاحب لطف و کرم بی‌پایان است. امروز نشد فردا به مقصد، آرزو و رویاهایت میرسی. خداوند بزرگ که برای یک لبخند کودکان آسمان ها را میگریاند، برای ما نیز کار خواهد کرد. با سکوت دلم گفتم که برای بهترین دوستم چی نویسم. گفت روزگار ما را فراموش کرد، اما تو مکن. بهترین بندگان الله همون شخص یا افرادی است که بر دیدن روی انسان یادش به یاد الله می افتد. در کانال میکا ابونه شوید و از ویدیوهای نو خبردار شوید. دستگیری شما پیشروی موضوع. هر کی را دیدم در این عالم گرفتار غم است. یک دل بیغم ندیدم، این عجایب عالم است. من نمیگویم که تقدیر مرا سرسام مکن، هر چی میکنی بکن، محتاج هر نامرد مکن.